الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. برادرها میپرسند که در رو مالیدن دست چی حکم دارد؟ آیا این چیزی هست که ثابت باشد یا نه؟ در حقیقت این گپ‌ها و خبرها تا حال نبودن، اما الان این خبرها پیدا شدن. سببش معلوم است، آشکار هست. ما درجه انشالله که ما از یکم کردم، ما از علماهای همون گروه هایی که نو پیدا میشن و این خبرها رو پهن میکنن از آنها صحبت میکنیم. اون ابن عثیمین رحمه الله است که میفرماید، میگد که افضل میدونیم که نکنن. میگد ابن عثیمین بگم چه کلانتری سلفی ها بود، خدا رحمتشون کنه، از نگذشتن و اما میگه که این کار نمیکنه به یگان نفر. الان ما میبینیم که نزد علما چه قول ها هست، چون که از این روایت ابن ماجه و ابو داود و ترمذی کرده است و ترمذی حسن میگه حدیثی که نبی صلی الله علیه و آله میگه دستاشون بلند میکردن، میمالیدن وقتی که بعد نمازهاشون دستاشون رو نمیفروردن، حتی که میمالیدن. و این از ابن عباس هم ابن ماجه روایت میکنه. تازه الان همش صحبت میکنیم که نزد ائمه چی است در این باره. ابن حجر از قرآن میگه حدیث حسن است، میگه به عمل کرده میشود و افضل است. میگه ائمه و فقها محض کشیدن بگیم که اینکه مالیدن دستا رو بدید دعا مستحب میدونن. چه در حاشیه شون بلادی آورده است و در الاحکام از کتاب حنفی است. میفرماید که خوب است برای هر یک نمازگزار وقتی که نماز تمام میکند و از نماز فارغ میشود و همون دستایش رو بیمالد بر رویهایش میگد، چون که از این خوبتر است. و پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله میگه کار کرده بودن. گفته حضرت ابن عباس میآورد که قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا دعوت الله فادعوا بباطن كفيك ولا تدعوا بظهورهما فاذا فرغت فامسح بهما وجهك. روایت ابن ماجه است، خیلی که در برهان آمده است. میگه که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله گفتن که هر وقت که دعا کردی الله را میگه. ابن عباس روایت کرده است که نبی صلی الله علیه و آله خیلی گفته بودند دعا کردی الله را، پس دعا کن با باطن کفایت، با پشتش نه به داخلش. پس آنها را چکن هر وقت از نماز که فارغ شی بیمال بر روی هایت. از در حقیقت این حدیث یک نفر در بگو اون در حال ضعیفش میگه، اما علما و فقها ابن حجر اسقلانی و ترمذی و دیگرها هم مشون حدیثی حسنش میگن. و در کتاب‌های مالکی هم نیز آمدگی هست. میفرماید که مستحب است و یستحب و ایمسح وجهه بیده عقبه، یعنی که عقب دار کما کان یفعل علیه الصلاه و السلام. میگه نفراوی هم همین در چی فواکهش دوانی گفتم خیلی کتاب مالکی هست، اما آورده است که این هم همه خیلی میکردن. و نزد شافعی چی؟ و نزد شافعی هم که یکی از ائمه مشهور، نه اینکه شافعی بگم تمامی بگم مذاهب اونها دوست میدونن و با او قولهای بگم خیلی معتمد هست و معتبر هست، این چه است؟ نووی رحمه الله از شافعیت گفت و من آداب الدعاء كونه في الاوقات والاماكن والاحوال الشريفه و استقبال قبله و رفع يده و مسح وجهه. و میگه خلاصه که در جاهای خوب باشد، در مکانها و قرب قبله باشد و همین چیزها مستحب هستند و برداشتن دستها و مسح وجه گفته و مسح کشیدن رویش بعد فراغی، بعد فارغ شدنش. و اینا رحمه الله با در تحقیق همین میگه که مستحب است. چه نقل شده از شیخ زکریا انصاری میگه که چی همین باید مسح بکشد. میگه از حنابلة چی؟ بهوتی از حنابلة میفرماید که از علماش میگه که مسح میکشد ثم یمسح وجهه بیدیه ها هنا، یعنی که عقبی قنوت، یعنی که اونها را وقتی قنوت میخونن رویشون رو مسح میکشن، دستشون بلند میکنن. خلاصه گپ که تمام ائمه و ابن حجر اسقلانی از شافعی است و ابن حجر اسقلانی در بلوغ المرام میفرماید که ترمذی برآوردگی حدیثی که مثلا که آوردگی هست که نبی صلی الله علیه و آله دستشون بلند میکنن، لمیحاتهم گفته پایان نمیکنن، حتی یمسح بهم وجهه گفته اینکه مسح میکشه من دست با هم دستاشون رویهاش میگه نبی صلی الله علیه و آله. این میگه که ابن حجر اسقلانی که برای این حدیث با شواهد هست، دیگر حدیث ها اومده هستن از ابن عباس، نزد ابو داود و غیرش و مجموع همه یقتضی بانه حدیث حسن، همه تقاضا میکند و همه خیلی حاصل میشود که این حدیث حسن است، به این عمل کرده میشود. و صنعانی هم در این باره صحبت کرده است و بگیم روایت ها در این باره زیاد هستند که یعنی که نبی صلی الله علیه و آله میبرداشتن دستاشون و مسح میکشیدن. بالاخره گفتنی هستیم که این نزد یک عالم و علما نیستن که به آنها بحثی عمل کرده شود یا نه،
نزد تمام علماهای فقها و از تمام ائمه ها ثابت هست که از پیروهایی که محدثینی که مثلا ابن حجر اسقلانی باشد، امام نووی رحمه الله باشد، این نزد فقط نزد احناف نیستن، اینها نزد شافعیت هستن و نزد چه از حنابلة و مالکی را گفتیم اگر بگذار این حدیث ضعیف باشد اما برای اون شواهد هست، شواهد که دیگر حدیث ها بسیار هستن که را قوت میتد. ترمذی خودش حسن میگه، ابن حجر اسقلانی حسنش میگه و نووی رحمه الله از گپاش معلوم است که به این عمل کرده شاید میگه. و چخیل علمای ما نزد احناف و دیگر مالکی شافعی همشون به این اتفاق هستن به عمل کرده میشود. اگر بگذار که بعض علماهایی که مثلا که سلفیت اگر این قبول ندارن مشکل خودشون هست، قبول نمیکنن نکنن، یگام مشکل نداره در دین، یگام ضرری نمیاد به این قبول کردن نکردن اونها اصلا در دین دخالتی ندارن، ضرری نداره اونها بر دین، قبول کردن اونها قبول نکردن اونها با ما یگام دخالتی نداره، چون که از جایی که نووی است، ابن حجر اسقلانی هست و علماهای ما هستن، ترمذی هستن و ابو داود و ابن ماجه که اونها هستن، اینها کجا میستن و گپای اونها کجا میستد، مثلا یگام دخالتی نمیکنه، یگام ضرر نمیرسونه بر ضعیف گفتن اینها، صحیح گفتن اینها یگام ضرری فایده نداره به ما. به هم خاطر فتنه نکنن، اینها خوبترش فتنه نکنن. و دیگه‌ش که هست هم فتنه‌ای که در بین مردم مسلمان کفایت است، همین خودش بسیار فتنه الان علنگه خورده است و از این که طرف که از کافرها مسلمان ها را جنگ میاندازن و با خود میزنن مسلمان ها، این کار درست نیست است. الفتنه اکبر من القتل، فتنه بسیار گناهی سخت است، گناهی کبیره هست، نباید در میان مردم این فتنه ها را، فتنه اون کارهایی که عمل کردن فقها، نباید که امروز که بگیم که 600 700 سال بعد آنها پیدا شینو و آنها را بگیم که ضعیف به دست و عمل کردن نمیشه دست و فتنه و انگیزه های بگیم که نه اونا پیدا کنین و وقتونه مشهور کنین که شما محدثین بدستین، تا جایی که امام نووی رحمه الله حجت هست بالا همه ما و شما مثلا قولش و ابن حجر اسقلانی اینچنین و ترمذی اینچنین که این بگیم که وقتی که اونها روایت میکردن در زمان ائمه محدثین اومده بودن، امروز که میخواد حدیثی حسن گفت یعنی که صحیح گفت مثلا اونها را از پیش خود میگیری، ضعیف میکنی که یگام حاکم نیستی در بالای محدثین، یگام چیز نیستی و اون خاطر این بگیم که فتنه ها را بس کنید، نکنید کارها را. و از برادرای خودمون طلب میکنیم که مثلا پیروی از اینها نکنن، قول اینها را گوش نکنن، هیچ کسی نیستن، اینها همون خوب خواندگی اینها را بفهمن، اگر هم دسته کتاب خونده است همون نمیفهمن اصلا. در حق مثلا علما احناف تهمت میکنن اما نه کتاب احناف کدام هستن و یگام تا اینها از علوم کتاب‌های بگیم که مذاهب خبر ندارن و کمی حدیث از کنن بعضی نفرها اینها خیصا امروز دیگه ائمه و حکما را بگیم که از محدثین حکم میکنن که آنها خیل کردن. الله پر از فتنه و از شر اینها نگهبان باشد و به فتنه اینها شما متوجه نباشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.